درباره سوال اول ما با فتوای همون استاد ما 5 minut پیش میکشیدیم و این قد تا همین روزه چیکار کنیم؟ همش قضا شد از چیکار میشد؟ بله، اگر مثلا دو وقت است، یکیش 5 و 55 یکیش 6، شما 5 و 55 که دیگه شده دو تا تقویم بود. اگر ساعت 6 موافق شریعت باشد و همونش حق برایت دو منبع تقویم برآورد، دو مسجد تقویم برآورد، گاه همین خیلی میشه دو منبع تقویم برآورد، 5 minut فرق داره، هر دوش هم در یک شهر است. شما از اون یکمش که کار کردید بعد معلوم شد که اینا 5 دقیقه خطا کرده بودین و اونا درست برآمدین، شما روزتون باطل است. شما باید روزه، اگر تحقیقات نشان دهد که این آدمی که 5 دقیقه یعنی بر وقت افطار کردن اجازه داده است درست برآمد، اونا فقط احتیاطی 5 دقیقه قفا مونده باشند، در این حالت روزتون درست است. لیکن شما در روز حالی وقتی افطار نرسیده اگر خورده باشید و انیق باشید همیشه قضا داشته میتید. بله، با فتوای هر کی چی نکنید، اول تحقیق کنید. الله تعالی لیل گفته است، شب گفته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر حدیث اون یا حدیث خواندن نکار نه. محدث ها من جمله و خاصتا امام بخاری و بعد از آن امام مسلم و دیگر محدث ها غالبا یا حدیث چند بار میبیارن، یه جای شاهدش در دیگر باب میبیارن و پرترش در دیگر باب میبیارن. بنابراین یعنی علم تخریج یکی از علمهای علم حدیث است و خوب است که یه حدیث تمام اوجهش اول می آموزد، همه روایتاش میخواند، بعد شرح حاصل میشه. بدون خواندن شرح حدیث، بدون بازگشت به فهم گذشتگان، به فهم علما، این خیلی به فهم خودتون حدیث ترجمه نمیکنید. بله. خب الله علمتون رو و تقویتون رو باز هم زیادتر گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید.